تماشابینان نشان دهد. واقعا در وطن محبوب ما گوشتنگیری رواج خاصه دارد. یک توجهی الهیده پیشروی معظم ملت پهلو بدن. امتیاز اول را پهلوان ازبکستانی سردار خورموف مال خود کرد و به پیش می رود. بسیار هوای سازگار است. فرصت های خوبی میدانداری را اینجا ما بیشتر می بینیم و هواداران واقعا گوشتین اجدادی ما امروز هم با یک صمیمیت و احترام این رقابت ها را تماشا دارند و الکی بیش از یک ماه شد که تنتنه های نوروزی برگزاری مسابقه های باشکوه در تمام مناطق کشور مخصوصا در گوشتنگیری با مرام ادامه دارند و چنین یک ایده باشکوه پگاه نیز در ناحیه ورزاب با حضور پهلوانان کشورهای خارج، آنهایی که امروز در تاجیکستان در جام رئیس شهر دوشنبه هنرنمایی دارند برگزار خواهد گردید. بله بدن دویم را سردار خورموف به دست آورد. این کار شد، بیکار کرده شد، چون که دو داور دیگر عقیده خسرو شایف را تصدیق نکردند و سرداوری مسابقات هم از نواری تکرار این لحظات را دیگر باره مورد سنجش قرار داد. یعنی زمینه خیلی مساعدی رشد بیمیلان گوشتین زمانی به وجود آمد که پیشوای معظم ملت پرزیدنت محبوب ما به احیای ورزش های سنتی توجه خاصه کردند و رئیس شهر دوشنبه هم در طرح لباس های ملی و تبلیغ مقصدناک و فراهم آوردن شرایط های الهیده یا مختصری که گوشتین اجدادی ما رواج کنند بسیار خدمت های شایسته کردند که جهانیان امروز ما را خوب میشناسند. 61 کشوری سیاره الکی گوشتین اجدادی ما را پذیرفتند و به هیئت فدراسیون بین‌المللی گوشتنگیری شامل شد. بی‌نظیر و نادر در تاریخ ورزش کشور است. راستی من از سردار دیگر چی را انتظار بودم؟ این لحظاتی که پهلوان ازبکستانی میخواست حرکت های جالب کند ثابت گشت که رتن نفر تصادفی نیست. چهره که در ادامه تلاشش الان بسیار استعداد خوب رو میبینیم. ناوابسته از آنی که یک امتیاز بدن را از دست داده است به این نگاه نکرده بسیار هم جسارت و متانت شایسته این چهره را اکنون دیدیم. گمان داشتیم که قبلا آن نفرانی که به تاجیکستان می آمدند هیئت منتخب هندوستان چنین است، اما اشتباه کردیم. این چهره هم خیلی در مقابل سردار خورموف خیلی خوب ایستادگی کرد. از نتیجه سابقه اکنون ما چون دیدیم که یک امتیاز بدن تقدیر رقابت رو بله حل و فصل هم کرد. سردار خورموف در این بخوری غالبیت نصیب نماینده با یک امتیاز بدن غلبه به دست آورد. و به مرحله دوم رفت. with representative Islamic Republic of Iran Amir Mohammad Talibi. بگیریم دعوت کرده می شود با خوری های دوری مقدماتی وزن تا 65 کیلوگرم نماینده جمهوری
Egypt Abdullah Fathi با نماینده جمهوری اسلامی ایران امیر محمد. اکنون چهره های دیگر را معرفی کردن. عبدالله فتحی مصطفی از مصر و امیر محمد از ایران. این پهلوانان دوری اولی سبقت خیش را در میدان این مسابقات با شکوهی عنعنوی شروع میکنند و بعدا سه ورزشکار دیگر مخصوصا مولا رجب خلیفایف در دوری اول آزاد است. هواداران گشتینگیری این چهره را بیشتر منتظر هستند و اکیس کدیر سینان از ترکیه هم در دوری اول آزاد است. با میدان اکنون برآمدن این چهره ها اجازت داده شد، دعوت گردیدند و دوام تلاش نیروسنجی این چهره ها و ادامه سبقت پهلوانانی که به تاجیکستان آمدند باز هم شهامت دیگر خواهد گرفت. و در خصوصی حضور پهلوانان ایرانی، ورزشگران دیگر کشورهایی که از مصر آمدند شرکت کردن، توجه علاهیده داشتن به گشتین ملی، فکر میکنم این صورت مظفریت ما را بار دیگر در رشد به میلان گشتینگیری نشان خواهد داد. اکنون پهلوانان را معرفی میکنیم دیگر باره. عبدالله فتحی از مصر، امیر محمد از ایران. قدر و منزلت و احترام و صمیمیت و صداقت گشتینگیری را اینها خوب رعایت میکنند، چون قاعده گشتینی اجدادی ما همچنین است. دست پیش بر میگیرند. تعظیم یک فرصت به خاطر احترام گذاشتن حریف است و اینها گشتینگیری را میآموزند. مهم آن است که ورزش ما که جهانی شد برای باز هم تبلیغ بیشتر، برای بیشتر نمودن اعضایان فدراسیون بین المللی گشتینگیری، مسئولین هم کمیته های مربوط به ساحه و هم فدراسیون گشتینگیری بین المللی موظفند که این کار را در رابطه زیج با وزارت کارهای خارجی و سفارتخانه های مقیم تاجیکستان از کشورهای دیگر و با کمیته های مربوط به همین ساحه بیشتر جانب نمایند. پهلوان ایرانی یک امتیاز بدن گرفت. این اصول سریکیز چندان خوب و مناسب انجام نیافت. در این لحظه باید امیر محمد اندکی نزدیکتر میشه. ببینید فاصله را نادرست اشغال میکند. رعایت کردن موقع هنگام اجرای اصول بسیار نقش علاهیده دارد. از این نقطه نظر خودی پهلوانان را لازم است که بله توجه، یک اعتبار جدی ظاهر کنند و ادامه تلاش خیش را هم با موفقانه انجام دهند.
حالا کنون پرتافتی شایسته یا عالی رو در جریان رقابت ندیدیم. بدن دوم رو ورزشگر ایران مال خود کرد. پهلوان مصری هم بسیار هموطنان محمد صلاح. اگر بهتر است چنین معرفی کنیم اندکی برای تماشابینانی که فضای خیلی خوبی فوتبالی و گوشتین رو جالبتر میدانند باز اولاتر است. یعنی امکانی معرفی و باز دیگر بار هم نه داور به این حرکت بهاگذاری نکرد، چون که حتی به شکم هم نافتید، زانویش به زمین افتید. این در گوشتینگیری البته نتیجه نیست. و کار امیر محمد چگونه خاتمه میدهد؟ یک لحظاتی که بیشتر به پیش رفت، اکنون اندکی عقب نشینی دارد. اینجا توجه پهلوان مصری اندکی زیادتر شد برای مکمل کردن سمت حمله یا بیشتر به وجود آوردن فرصت های امتیاز آور. دویومین حتی سیومین بدن اینجا اگر اشتباه نکنم امیر محمد پای در پای حرکت هایش زیاد می شوند. پهلوان مصری حالا نمیتواند و امیر محمد خیلی پیشرفت است. امیر محمد فعالی خود را عینی مدعا بود که نشان دهد و چنین هم شد. وقتی کم هر دو در اختیار دارند. عبدالله فتحی مصطفی سفید پوشی مصری دوام رقابت پهلوانان اندک مورد توجه یا نظر قرار خواهد گرفت، چون در کوشش پیشی نه که سامان یافت اندک داوری بالای گلیم شبهه دارد. یگان تغییرات به عمل نآمد، یگان امتیاز بکار کردن نشد. رقابت ادامه می‌یابد. پهلوان مصری دو کوششی که کرد حالا هم موفق نشد. بعدی از دست دادن امتیازی بدن، دومین امتیازی بدن امروز یک هیئت مکمل منتخب ایران به تاجیکستان آمد. پهلوانانی حالا باز هم در استفاده اصول سر کتف امیر محمد تنقیصی کشید و چون همیشه این نکات رو هم یادآور شدیم که نگاه داشتن فاصله بسیار مفید است، مهم است برای هر یک ورزشگری که البته غلبه میخواهد. غلبه کاری آن یا چی گویم موفقیت هایی که ما میبینیم بیشتر در نتیجه زحمت، کوشش های پای در پای و مهنت های شبانه روزی به دست می آیند. آگاهی به پهلوان ایرانی داده شد. سببش را اکنون فهمیدیم که بعد اونی که امتیاز گرفت خیلی هم کار خود را سستر کرد و بعد که مجازات شد اندک هوشیارتر شد. بدن در دیداری اول هم پهلوان ازبکستان سردار
امتیازی بدن گرفت، دست بالا شد. این واخوری هم به امتیازی بدن خاتمه یابد. اکنون انتظار میشویم دورهای بعدی رو که چی نتیجه میدهد. حالا ابتدای کار از پهلوانی مصری هجوم‌های خود را باز هم با شدت‌تر کرده ایستاده است. دوام مبارزه پهلوانان وقت خیلی کم در اختیار دارم. بله، وقت هم انجام یافت و در این دیدار امیر محمد غالب آمد. در این واخوری غالبیت نصیب نماینده جمهوری اسلامی ایران امیر محمد. امیر محمد 3 امتیاز بدن گرفت. Bekturgan Zaynolov with representative Afghanistan Khairullah. زینالوف بکتورگان از قرقیزستان و پهلوان افغانستان خلیل الله خیرالله خیر. بله، خیر خیرالله. این حالت های تکرار رو هم یک جای تماشا داریم چگونه پهلوان ایرانی این نیروسنجی را با موفقانه انجام داد، هرچی به دست آورد از امتیازهای همان بدن بودند. خیلی جهد و تلاش، عملهای خوب، کوشش‌های پیداپی. زیرولوف بکتورگان و خیرالله. مبارزه اکنون پهلوانان در وزن تا 65 کیلوگرم ادامه خواهد یافت. از تلاش ورزشگری سبزپوش برمی آید که خیلی با جرأت عمل کرد و صاحب امتیاز شد. واقعا هم یک امتیاز، یک نتیجه بهتر. پهلو خیلی هم در فرصت مناسب باز پهلوان افغانستانی جرأت کرد. ورزشگر قرقیزستانی رو حالا دوچاری ناکامی نموده ایستاده است و هم امتیازی بدن گرفت و هم امتیازی پهلو. خیلی عالی. زئیرو بکتورگان حالا نمیتواند که جریان رقابت را در این دور باز شدت دیگر دهد. ادامه میدانداری، ادامه کوششی که باز هم میبینیم بسیار در لحظه های حساس ثمره داد برای پهلوانی افغانستان. راستی بسیار از مخلصان هم خوبتر میدانند که جریان میدانداری پهلوانان افغانستان، هندوستان، بنگلادش و چندین کشورهایی که نه اعضای فدراسیون گشتینگیری شدند اونقدر خوب، نمایان، چشمرس نیست. اما امروز این چهره اثبات کرد که کار در این زمینه مجرای دیگر کسب میکند. در کشور هم زبان و هم فرهنگ ما افغانستان گشتینگیری هم آهسته آهسته رشد میکند. این بسیار عامل خوبی تقویت کاری فردای خودی دستاندرکاران خواهد بود.
و تلاشی که در جریان دقیقه دوم میبینیم خیلی هم خوب است. آگاهی به پهلوان قرقیزستانی بعد این لحظه اکنون نیروسنجی ها باز تا اندازه بهتر خواهند شد. پهلوانی افغانستان خیلی چابک، حالا امکان دارد که راه تلاش را با صورت دیگر بخشد، اما در این سمت دفاع کردنش اولاتر است فکر میکنم. خیرالله یک امتیازی بدن یک پهلو دارد. پهلوان قرقیزستانی آگاهی دارد. زایرف بکتورگان احتیاطکارانه اینجا هم عمل کرده ایستاده است. ترس و هراس دارد سفید پوش و پهلوانی افغانستان با قامت راست میدانداری دارد. خیلی هم جرأتش خوب است. در فشار آوری هم کاری بهتر کرد که رقیبش آگاهی گیرد. پسیوی رقیبش رو داور پیخست کرد. این دیگر باره فکر میکنم تنبیه داده می شود به پهلوانی. نه، داور هم به خلاصه ای عمیق نامد. داوران کنجی را نزد خود دعوت کرد که فکری آنها را هم باید فهمد. ورزشگر قرقیزستانی سوس گوشتین گرفته ایستاده است و اصلا با این چهره که چون معرفیش کردیم خیلی خوب. در مجموع تلاش پهلوانی افغانستان قابل قبول. خیر، تنبیه دیدید که الکی گفتارهای پیش از عقیده های داوران هم مشخص تر می گردد. همین طور هم هست برای دقیق و مشخص کردن. پهلو حلال. انا این را استعدادی پهلوان افغانستانی میگویند. بسیار خوب. بسیار خوب. مخلصان هم پذیرایی کردند این صنعت والای گوشتینگیری ای پهلوان افغانستان را. ما هم فرصت داریم که یک لحظه دیگر آن نوارهای تکراری را ببینیم که خیلی هم با یک استعداد والا این چهره اندر میدان شد و زایرف را دچار شکست کرد. نماینده فدراسیون روسیه ایدیبک سفارov با نماینده جمهوری تاجیکستان سهراب باقیه. بسیار هوای مساعد است در این روزهای آفتابی بهار عالم افروز. مردم بسیار با خوشحالی، خوشنودی شکر از فضای آباد و آزاد وطن محبوب ما میکنند.
چوکرزانی که با ابتکار بی‌واسطه سرور معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان گشتین اجدادی ما جهانی شد. این بسیار روی داد و نوگانی و تحولات در ورزش ملت تمدن آفر به حساب می رود. داوران معرفی شدند. داور مرکز از جمهوری ازبکستان، داور کنجی از فدراسیون روسیه و بهادر حلیموف داور کنجی دیگر از تاجیکستان. دوری مقدماتی وزن تا 65 کیلوگرم با یک تکی سفید نماینده فدراسیون روسیه ایدیبک سفارov. ایدیبک سفارov نماینده فدراسیون روسیه با خلعت سفید است و سهراب باقیوف استاد ورزش درجه بین المللی با خلعت سبز. از مرکز رقابت را شروع میکنند. عائله باقیوف ها را ما خیلی خوبتر میدانیم. روند کاری آنها را، تلاش ورزشگرانی خیلی معروف و شناخته ای که اینجا هم نوگانی را در صحافات جدای کشور به وجود آوردن. اولین مدال برنجی بازی های المپی پکین 2008 رسول باقیوف را در نظر دارم. رستم، علیشیر، حکیم، اکبر برادرانی که خیلی هم در رشد کشتینگیری ابتدای کارشان را اگر یک توجه کنیم هم از همان میدانهای با شکوه نوروزی رستند و به کمال رسیدند. من محبتشان هم از گشتین اجدادی ما سرچشمه گرفت. بعداً شاخه های علاهیده گشتینگیری و میدانداری اینها باز هم تقویت شایسته یافتند و هر کس به سمت دیگر یکی در گشتینگیری و افراد در جدا. After this contest period, the athlete under 65 kilos representing Uzbekistan, Sohrab Baqiev, Khuramov, with representative Russia, Dmitry Karimov. سردار خوراموف و دمیتری کریموف پهلوانان ازبکستان و روسیه به میدان میبرایند. بعد چند لحظه حالا سهراب امکان خوبتر دارد. سهراب رجوعی پهلو، رجوعی ورزشگری سبزپوش و ایدیبک، این چهره که به هیئت منتخب روسیه شامل است و اصلا این چهره هم زاده تاجیکستان است. اگر مشخص تر گوییم از ناحیه شهر نو، از آن عائله شیخوف ها، شیرزاد و میرزا شیخوف. اکنون سهراب یک بار دیگر حرکت میکند که کمربند رو هم قوی تر دارد. سهراب بسیار گشتین خوب با صفت، دیدنی، پرحرکت بودن هر دو پهلوان خیلی خوب به نظر می رسد. در مجموع همین است مسئولیت پهلوان هنگامی که به میدان می براید. سهراب و ابوبکر و علی، بعد اونی که برادران علیشیر و حکیم و رستم و رسول بودند، اکنون سهراب و ابوبکر و علی فرزندان رستم باقیوف، اینها هم کار را در سمت تقویت ملکه در گشتین جدا و گشتینگیری خیلی خوب به راه موندن. با ایدیبک آگاهی داده شد
و چون گفتیم دوستان عزیز که ما این تنتنه را امروز در شهر دوشنبه پگاه در ناحیه ورزاب خواهیم دید که مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه ورزاب و برای پهلوانان ارزنده این توپهای عالی تأسیس کردند. پهلو حلال و سهراب باقی در این روند خیلی جرأتی شایسته کرد و با دوری بعدی رفت. خیلی هم عالی و شایسته. سهراب تجربه غنی دارد و مخلصانش هم خیلی زیاده. عالی، پرداخت مناسب و ارزنده. از نوارهای تکراری دیگر باره خواهیم دید. این لحظات خیلی دیدنی و پرهیجان را وگیریم دعوت کرده می شود دوری دومی وزنی تا 65 کیلوگرم نماینده جمهوری ازبکستان سردار خورموف و نماینده فدراسیون خوب و مناسب بود و همین پهلو حلال بهاگذاری شد و ببینید بسیار با یک خوشحالی سرافرازی بانوان دختران همه امروز در آغوش همین میدان با نفوذ بین المللی گشتنگیری قرار دارند. پایتخت وطن محبوب ما شهر دوشنبه شکوفان و درخشان و رنگین است. از حضور مهمانان والا مقام و عالی قدر 27 کشور سیاره از کامیرون هم امروز به تاجیکستان آمدند. این چهره ها را ما فرصت داریم یک بار دیگر معرفی کنیم. سردار خورموف غالبی دور اول، چهره که حالا با خلعت سفید است و نماینده فدراسیون روسیه سبزپوش دمیتری کریموف. سردار البته خوب درک میکند که رقیبش قامتش اندکی بلندتر است. کار در سمت مبارزه باید دیگر طرز صورت گیرد. با اصول سری کیت و اول اعتبار داد، سری آستین حریف را قپید، گریبانی راستش را چندان مناسب نبود، سمت کار را دیگر کرد. اکنون ادامه تلاش نشان میدهد که دمیتری کریموف چیکار میکند. تاجیکستان سرور عبدوشکورov with representative Turkmenistan Sanjarbek Batyurjanov. سرور عبدوشکورov با پهلوان ترکمنستان بعد خاتمه این دیدار به میدان میبراید. پهلو نیست، بدن هست. بله، دمیتری کریموف نسبش تاجیک، نامش روس هستند. اکنون موجود بودن تاجیکان در فدراسیون روسیه، بله، برپا کردن اویلا با وجود آمدن چهره های نو، تقویت کار دیگر، این هم ملکه معمولی است. امروز این چهره هم به تاجیکستان آمده است. ببینید که در جدا یک اندک تجربه تمرین های خوب داشته باشد، در گشتنگیری هم می تواند که امروز میدان داری کند. یعنی نقاط اساسی درک همان احساسات پهلوانی یا فتوت یا جوانمردی است. در مجموع برای رفع آن نقص یا مشکلاتی که البته هست آنجا کار آسان تر می شود. قاعده ها را رعایت کردن، یعنی در گوشین ما تنها و تنها حالت راست بودن موردی توجه هست. پیران کار، سابقه داران با خوشحالی
این مسابقه را بسیار صمیمانه استقبال میگیرند، همه سال انتظار میشوند که این تنتنه را که با ابتکاری به واسطه رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی برگزار میگردد تماشا کنند. این یک وسیله اساسی معرفی گوشتنگیری و رشد گوشتین اجدادی ما در میان کشورهای حضور داشته از کامرون و از مصر و از اکثر کشورهای قاره اروپا و آسیا پهلوانان مربیان به تاجیکستان آمدند. بدن دومین بدن رو همین پهلوان، سیومین حتی حرکت مناسب و سری وقتی رو هم ورزشگری ازبکستانی مال خود کرد، حرکت انجام داد. بله معذرت. و چون در این مورد بهای مناسب گرفت، ترتیب درستش توضیحش انا همینطور حلال. بله ورزشگری ازبکستان از این دیدار هم به مرحله دیگر رفت، به مرحله یک هشت‌نهایی. سردار خورمو در این بخوری غالبیت دستی بینمونده جمهوری ازبکستان سردار خورمو اولین نفری که به مرحله یک هشت‌نهایی رفت سرور عبدالشکورов، باتیورجانov سنگربek از ترکمنستان به میدان می آیند. حالا زحمت سردار را فیروز بختیبک و با جمع همکاران ما یک لحظه منظور ما و شما می گردانند. از حالت تکراری که البته ما و شما خواهیم دید. با یک تکی سفید نماینده جمهوری تاجیکستان سرور عبدالشکور، با یک تکی سبز نماینده جمهوری ترکمنستان سنجربek باتیورجانov. اکنون دوستان عزیز ما توجه میکنیم بر رقابت این دو چهره با دو نفری که معرفیشان کردیم. سرور عبدالشکورov سفید پوش از تاجیکستان است، از شهر ترسونزاده تحت راهبری ددقان قربانعلیov تمرین میکند. اینجا یگان داور شبهه پیدا کرد و داورانی کنجی را نزد خود خواند. فکر میکنم که درست هم کرد. زمانی که شبهه به میان می آید حتما مشورت لازم است. داور کناری راست از روسیه است و داور کناری چپ از تاجیکستان بهادر حلیمov، سرمربی منتخب جوانان تاجیکستان آید به گوشتنگیری. بدن هست یا نه؟ این رو هم بعد از تصدیق مکمل یا توصیه خود داور خواهیم فهمید. آگاهی به ورزشگری ترکمنستان تیمساح یا اگر چگویم با اصطلاح همان کلمه معمولی میلنیتسا، بیشتری مخلصان مخصوصا همین سخن رو خوب درک میکنن از آن تیمساحی که ما میگوییم. اکنون عملهای ممنوع غیر قاعده اینجا هم خیلی هم جرأت کرد سرور. بله کمی تجربه لازم است، کمی تکمیل دادن کاری مربیان، برگزاری سمینار مشورت ها لازمند و با ابتکار فدراسیون بین المللی گوشتنگیری پیش از آغاز این مسابقات و همه ساله پیش از شروع چاره‌بینی سطح بین المللی سمینارها برگزار می‌گردند. دیروز هم این چاره‌بینی در شهر دوشنبه برگزار شد. یک بار دیگر توجه به همان بند و بست به طرز بهاگذاری به سمت علاهیده کاری داوران و مربیان روانه گردید. حالا نیست کوششی
پهلوان ما بیشتر است. پهلوان ترکمنستان یک آگاهی داشت، اکنون تنبیه گرفت. این البته به نفع پهلوان ما است. تنبیه سبز پوشی در میدان بوده. گشتنگیری بچه های دامه می آبد و رقابت رو باز هم ببینید. پهلو بسیار هم سمتی حرکتی ورزشگری سبزپوش ترکمنستان رو دیگر کرد و زود همون چنگکی که خیلی رایج و معمول است که در گشتنگیری همین طور نامگذاری شده است استفاده کنیم. سرور عبدالشکروف این کارو خوبتر انجام داد. طرح لباس های ملی، چون گفتیم که امروز هم اطلس و ادرس و چکن و این زینت و زیب و شهامت باز زن تاجیک را باز هم اولاتر و بالاتر نشان می‌دهد. در این میدان با شکوه امروز هم بانوان، هم سابقه داران برجسته، استادان ساحه، مخلصان گشتین ملی اجدادی ما حضور دارند که این یک بار دیگر از آن دلالت می‌دهد که ورزش اجدادی بسیار هم محبوبیت خاصه و مورد صداقت و صمیمیت مردم قرار دارد. رانده شد پهلوانی سبزپوش، خطاگی های پای در پای. تنبیه دوم زمینه را برای ادامه راه مبارزه فراهم آورد و سرور عبدالشکورов از این دور به مرحله دیگر با سردار خرم میدان داری میکنند. بگیریم دعوت کرده می شود نماینده جمهوری اسلامی ایران محمد امیر و نماینده جمهوری افغانستان شکیب الله حبیبی. پهلوانان ایران و افغانستان به میدان آمدند. امیر محمد و یک تکی سبز نماینده جمهوری افغانستان شکیب الله حبیبی. امیر محمد از ایران پهلوان مصری را دچار شکست کرد. شکیر محمد حبیبی در دور اول آزاد بود. اکنون تلاش پهلوانان این دو کشوری هم زبان، هم دین و هم فرهنگ چی نتیجه به بار می آورد. ورزشگران نامور از گرجستان و ازبکستان امروز زیادند. در وزن 95 و جمعی 95 کیلوگرم و در وزن خود اول این مسابقه وزن 65 کیلوگرم. یک پهلوانی دیگر هم هست الان در دور اول، او آزاد است. این چهره را ما چندان خوب نمیشناسیم. گاگودشویلی مته نام دارد و این پهلوان البته در مرحله بعدی با دلشاد بوریوف میدان داری میکند در جفتی آخرین. حالا وقت هست تا خاتمه نیروسنجی پهلوانان دیگر. آهسته آهسته در زیر گروهی اول و دوم پهلوانانی که معلوم شدند کارشان باز
идомаи албатта хеле бобарор лозим аст ва дар дидори паҳлавони эронӣ ҳоло андаке сустии малакаашро мушоҳида кардан мумкин аст. бибинед ки ҳаракатҳо ба таври касбӣ анҷом намеёбанд. инҷо зарурати бештаре ҳаст ки наздик шуда аз боло қапидан, аз камарбанд гирифтан, ҷафз шудан ба нафи кор аст. акун камарбандро гирифт, аммо дар нигоҳдошти фосила боз ҳам танқисӣ мекашад. ба ҳар нав фаъолтар шуд. фаъолтар ки шуд, ҳаракат зиёдтар ки шуд, ҳамлаҳо ҳисобида мешаванд. се ҳамла пай дар пай ки бошад, аллакай рақиб муҷозот мегардад. ана ҳамин аст тартиби майдондорӣ ва тардии дурусти нерӯсанҷии паҳлавонон. довар акнун инро ба назар бояд гирад ки аз майдон берун нашаванд, чунки ҳаракатҳое ки берун аз майдон ҳастанд, инҳо ҳам ба ҳисоб гирифта намешаванд то он замоне ки агар усул дар ин минтақа дар марказ шурӯъ гардаду партофташ андаке берун. инҷо боз ҳам чанд омили дигар, чанд унсури дигари тақвия додани кори худи мураббиён мавҷуд аст. дар кадом ҳолат иҷозат аст, дар кадом замон не. бачаҳо гӯштингирияшон ҳоло ана ин ҳалуки берунаро паҳлавони сабзпӯш мавриди истифода қарор дод, аммо кораш чандон дуруст набуд. ҳабибӣ бидуни мубориза ба ин давр омад. дар даври аввал озод буд, ёдовор мешавем. баъди ин мулло раҷаб халифаев бо акис кадир синан аз туркия ба майдон мебарояд. ҳар ду ин чеҳрае ки маърифӣ кардам дар даври аввал озод буданд. ҳам мулло раҷаб ва ҳам акис кадир. аз талоши паҳлавонон бармеояд ки як нуқс ё як мушкилие ки инҳоро мавҷуд аст дар ҳамон амалҳои куштини миллӣ ва дар хусуси зебогии гулдухтарони тоҷик, фазои мутантану идона доштани ин майдони бошкӯҳ. Гулҳусайн Шукроновро ки имрӯз фарзандаш дар вазни то 78 кило ҳунарнамоӣ мекунад, хоим Шукронов. ва ҳама ба Душанбе омаданд, ҳам аз Дарвозу, ҳам аз Хоруғу, ҳам аз Рашту, чунки ҳайати мунтахаби Тоҷикистон имрӯз шарафи варзиши суннатии куштингириро дифоъ хоҳанд кард дар миёни 27 кишвари сайёра. ва бисёр ҳам ба базми имрӯзаи гӯштин ҳузури гулдухтарон зиннати дигар мебахшад. баҳори оламафрӯз ҳам дар қаламрави кишвар ва махсусан дар пойтахти ватани маҳбубамон шаҳри Душанбе тантана дорад ва ҷашнҳои бузурги милливу давлатӣ ва махсусан Наврӯзи байналмилалӣ ҳам бо як ҳашамат, шаҳомати воло таҷлил гардид. ки имрӯз ҳам дар расми ифтитоҳ албатта мо шоҳиди боз ҳунарнамоии гулдухтарони
اطلس پوش و ادرس پوش خواهیم شد. برای معرفی این چهره ها وقت هست، اما بینید که کار برای فشار آوری پهلوان افغانستان خوب شروع شد. اینها زیر پرچم اکنون دیدید که اخیر کار را در این سمت پهلوان امیر محمد خوب انجام داد. زیر پرچم کمیته بین المللی المپی این سبز پوش هنرنمایی دارد. داور اینجا هم به نقطه اساسی توجه کردن، آن رو هم پرتافت رو مشخص کردن که دقیق به امتیازی شایسته که ما گفتیم سزاوار نبود. وقت به انجام رسید. عکس برداری، خاطره های نیک، مخلصی صمیمی و لحظاتی که خیلی و خیلی در برابر گشتین هم فرهنگ، هم آداب، هم ادراک، هم به همایی، دوستی، صداقت و صمیمیت و محبت باز هم افزونتر و بیشتر و اولاتر میگردد. پهلوان ایرانی در این دیدار هم ظفر یافت، به مرحله سیوم رفت. امیر محمد و میلیم دعوت کرده می شود نماینده جمهوری تاجیکستان، قهرمانی جهان در رشته کشتیگیری در سال 2024 مولا رجب خلیفاєв، نماینده جمهوری ترکیه کادیر اکوس. پهلوان ایرانی غالب همون جفتی را که ما پزمانش بودیم انتظار می شود. مولا رجب خلیفاєv و باز هم همون چهره ها، باز هم امروز زیباگی را ما در قیافه اینها در حضور فعالانه بانوان میدان امروزه، ورزشگران شایسته کشورهای دیگر خوبتر مشاهده میکنیم. ریحم مصطفی از مصر، داور کناری راست از تاجیکستان، داور مرکز از ترکمنستان. مولا رجب خلیفاєv قهرمان جهان در کشتیگیری. در مقدماتی وزنی تا 65 کیلوگرم با یک تکی سفید نماینده جمهوری تاجیکستان مولا رجب خلیفاєv، با یک تکی سبز نماینده جمهوری ترکیه اکوس کادیر. مولا رجب خلیفاєv قهرمان جهان در گشتینگیری و این چهره از ترکیه است. اکوس کادیر سبز پوشی که باری اول به تاجیکستان آمده است و در این مسابقه بین المللی شرکت می‌ورزد. خلیفاєv حالا رجوع میکند برای حرکتی ان همون اصول سر کیج. بدن هست. امتیازی اول رو پهلوانی ما به آسانی ستانید است. رقیب ترکش سراسیمه نیست، با آهستگی کار را میخواهد که انجام دهد. بسیار دلپرانه قدم می نهد. دیداری اولش هست. بله چون این هم هست. الکی تماشابین زکی خوب میداند قدرت و توان پهلوان ترک.
برای مغلوب کردن ورزشگری ما کاملا بسنده نیست. خلیفاєв یک چهره خیلی ناماشنا است. اگر خواهد پرتافت انجام میدهد. او کوشش دارد که بدنش را گرم کند به دوری بعدی رود. پهلو در دقیقه اول که این کار را انجام داد، بدن را گرم کرد، یک پرتافت انجام داد. خلیفاєв آهسته آهسته به پیش می رود و باید توجه کنیم که خلیفاєv اکنون در دور بعدی با کی قوه سنجی میکند. اگر این مرحله را به پیروزی انجام دهد، آنگاه با امیر محمد از ایران در بخوری های 1/8 نهایی رقابت خواهد کرد. پسیوی پهلوان ترکیه بسیار به نظر می رسد. اکنون خلیفاєv در این جریان باز هم آهسته آهسته ببینید یک حرکتی مولا رجب خلیفاєv بسنده است، اما نمیکند این کارو. یا با حریفش بازی کرده ایستاده است. آهسته کنار راست سمت چپ حرکتی با آهستگی انجام یافتهش هم مهم است. بدنش را گرم کند خوبتر است، اولاتر است، چون که دورهای بعدی پهلوانی ما را انتظار است. هم از ازبکستان و هم از ارمنستان و از گرجستان پهلوانان قوی همین وزن، آنهایی که به مرحله بعدی رفتنشان از استثناء دور نیست، اینها حتما به دور بعدی می روند. حالا پهلوانی ازبکستانی و نماینده تاجیکستان سرور عبدالشکوروف، اکنون مولا رجب خلیفاєv از این دور رود. بعدا باز در زیرگروه پایانی نفرانی که قرار دارند، آنها باز مبارزه را در دور اول ادامه خواهند داد. آهسته آهسته خلیفاєv 5 دقیقه وقتی اساسی را 4 دقیقه اش را الکی پشت سر کرد. After this contest period, the athlete under 65 kilos representative Afghanistan, Khairullah Khairkha, was representative Tajikistan, Muslimbek Karimov. انا این رو پرتافت اولی مولا رجب خلیفاєv میگیم. هر زمانی که میخواست این کارو میکرد. در این بخوری غالبیت نصیب نماینده جمهوری تاجیکستان مولا رجب خلیفاєv. This contest winner representing Tajikistan, مولا رجب خلیفاєv. مولا رجب در این دیدار ظفر یا با این چهره به دوری بعدی را با پهلوان ایران میدان داری میکند. Athlete with white young tag representative Afghanistan, Khairullah Khairkha. And athlete with green young tag representative Tajikistan, Muslimbek Karimov. مسلمبek کریموف از جمهوری تاجیکستان، خیرالله این چهره از افغانستان است.
مسلمبек каримов дар қаҳрамонии ҷаҳони гӯштингирӣ, مسلمبек каримов дар чемпионати осиёӣ ба гӯштингирӣ, ин чеҳра ҳам дар кураш, дар самбо хеле як таҷрибаи хуб ҳам дорад. хайрулло хайр паҳлавоне ки дар даври аввал ҳам хеле хуб ҳунараш дурахшид ва дар муқобили паҳлавони қирғизистон зафар ёфт. сафедпӯши дар майдон буда Заировро мағлуб кард. Бектурган Заировро шикаст дод ва ба даври дуюм омад. مسلمبек коре ки дар дақиқаи аввал кард, ин намазро дигар бора мехоҳад ки боз ҳам хубтар истифода кунад, иҷро намояд ё таваҷҷӯҳи алоҳидаи ин чеҳра ҳам барои ба оҳистагӣ зафар ёфтанаш аст. аммо ин кор фикр мекунам чандон хубу муносиб нест. бояд ки паҳлавони мо аз тамоми имконият хуб истифода кунад ва ба даври баъдӣ роҳ ёбад, чунки паҳлавони Афғонистон ин нафари тасодуфӣ не, хеле ҳунарнамоӣ хуб кард. ва чун мебинем ки مسلمبек каримов дар ҳаракати ҳоло хеле хуб аст, ё саривақтиаш ҳам метавонист ки бо як усул, як ҳаракати муносиб усули сари китфро дар сатҳи хуб ба анҷом расонад. аммо ҳарифаш ҳам ба ростӣ хеле ҷуръат ва дифои хуб ҳам кард. کار ادامه می‌یابد. تلاشی که می‌بینیم در هنرنمایی پهلوانان خیلی خوب است. ما گمان کردیم راستی که اینجا مسلمبek زود ظفر می‌یابد، اما چنین نشد. اما چنین نشد و اکنون باز مسئولیت دیگر لازم است. تلاش و کوشش های پیوسته پهلوانان تاجیکستان باید خیلی جالب تر باشد، چون که امروز یک عامل دیگر این جمع آمدن مخلصان است، به هم آمدن هواداران گشتین ملی گشتینگیری در این میدان با نفوذی پایتخت کشورمان شهر دوشنبه که بسیار قواعدانه دارد. مسابقه ششمی بین المللی باید به گشتینگیری برای دریافت جام رئیس شهر دوشنبه پهلو مسلمبek خیلی هم جرأت کرده. каримов از خود یک مهارت خوب نشان داد. پهلو به گهوگذاری گردید و بعضی از این سر و صداهایی که هست بله اشاره می شود که بله اشاره می شود که
پهلو بکار شد. پرتافت مسلمبek کریموف حلال بها گذاری شد. حلال. Atlet vyzvání attack representative Iran, Wahid Majid. And atlet vyzvání attack representative Armenia, Mesrov Nikoyan. اکنون رقابت باز شدتی دیگر میگیرد. واحد بریماناغلو مجید از ایران و پهلوان ارمنستانی که نیکویان نام دارد حالا رقابت را در اینجا اکنون چگونه شروع میکند. مجید را ما خوبتر میشناسیم. راستی این قهرمان جهان در رشته کورش است از جمهوری اسلامی ایران. در چمپیونات آسیا در تاجیکستان هم جایزه افتخاری گرفت. در قهرمانی جهانی گشتنگیری هم به تاجیکستان آمده بود. هر دو حالا از حراس دور نشدند. چی کوششی که کردند احتیاطکارانه انجام دادند. اکنون مجید از سری هر دو آستین گرفت و یک رجوع کرد. پهلوان ارمنستانی اندکی سست‌تر گشتین گرفته ایستاده است که الکی داور او را هم مجازات کرد، آگاهی گرفت. تا آغاز مراسم افتتاح حالا ساعت‌های بشمار باقی مانده است. در خصوص تشریف بانوان یک برنامه متمرکز تئاتر کنونی داشته شده منظور بینندگان می‌گردد و بعد این البته جایزه ها و این نام های تأسیس نموده مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر دوشنبه، فدراسیون گشتنگیری تاجیکستان البته غالبان را انتظار است. شام امروز ما فضای متنتن ایدانه را در این میدان خواهیم دید. مجید بر مناغلو خیلی رجوع کرد. بله، فضا رو چون گفتیم که امروز هم همین چهره ها باز رنگین تر، جالبتر و باز هم دیدنی می نمایند. رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امام علی یک غمخواری که ظاهر کردند این هم در تأسیس انعام و جایزه های ارزنده است. اگر ما قیاس کنیم در مسابقه های گرندسلم و گرانپری و گرندسلمی جودوی سیاره چنین تحفه ها وجود ندارند. مقام اول $10,000، جای دوم $5,000، دو زینه سوم $2,500. بدون مبالغه نه در گرانپری و نه در گرندسلم چنین تحفه ها موجود نیستند.
و کاری که سال پا رئیس محترم شهر دوشنبه در قهرمانی جهان انجام دادن، جایزه عمومی مکافات های اولین قهرمانی جهان رو به $400,000 رسانیدند که بسیار هم یک تبدلات، یک تحولات بزرگ رو در صحیفه گشتینگیری به میان آورد. بعد این هوسمند و توجه نمایندگان کشورهای دیگر به گشتینگیری زیاد شد و اگر ما به تاریخ و به پیدایش نمادهای گوشین و خصوصا جودو توجه کنیم، تاریخ ثابت می سازد که محض به همین وسیله جودو هم در سراسر دنیا شهرت خود را کسب کرد. به وسیله هوسمندگردانی، جلب، تبلیغ بیشتر که امروز یکی از ورزش های رقمی یک سیاره محسوب می یابد در بازی های المپی و مخصوصا در میانی علاقه اعتراف این ورزش رو زیاده از 130 کشور دنیا رسما تصدیق می نمایند. و در سمت معرفی گشتینگیری ما باید هم همین کارها رو بیشتر و زیادتر انجام دهیم. و نوکک هم باز نماینده شورای المپی آسیا هم به تاجیکستان آمدن که در این ملاقات های صحبت با رئیس شهر دوشنبه، رئیس کمیته کارها جوانان و ورزش و فدراسیون گشتینگیری تاجیکستان به انجام رسانیده شد. بسیار هم ادامه تلاش پهلوانان شدت دیگر میگیرد. تلاش پهلوانان اکنون شدتش بیشتر شد. میکویان اکنون امتیازی که دارد اینجا هم در برابر توجه الهیده مربیش رجوع میکند که در مقابل پهلوان ناماشنای ایران ظفر یابد. مجید بیش از یک ماه است که در تاجیکستان است. در مسابقه بین المللی سران کشورهای آسیا هم در پنجکین توی سرافشان شرکت ورزیده بود. واحد اینجا هم نماینده جمهوری تاجیکستان سهراب باقی و نماینده جمهوری مصر عرب یاسر عمر. Anyway, to Gilem Aslet and the 65 kilos representative Tajikistan Sohrab Bokhir, with representative Egypt Yasir Amar. پهلوان ارمنستانی مغلوب شد و واحد از این دور با امتیازی نه چندان زیاد به مرحله بعدی رفت. معرفی داوران داوری پولوی گیریم داوری درجه بین المللی نماینده فدراسیون روسیه وقت افروز خوشاکر. داوری کنجی داور درجه بین المللی نماینده جمهوری عراق حسین حیدر. داوری کنجی داور درجه بین المللی نماینده جمهوری تاجیکستان خسرو شویر. خوشاکر داور درجه بین المللی در گلیم مرکز و این داوری که از عراق دیگری از تاجیکستان معرفی شدن و پهلوانان تاجیکستان و مصر به میدان خواهند آمد.
با یک تکی سفید نماینده جمهوری تاجیکستان سهراب باقی، با یک تکی سبز نماینده جمهوری مصر عرب یاسر احمد. سهراب باقیف با عمر یاسر رقابتشان را پهلوانان شروع می نمایند. ادامه مبارزه خیلی پرشدت را خواهیم دید. فکر میکنم سهراب اینجا بدون فشارهای زیاد میتواند از خود یک مهارتی والا نشان دهد. باقیوف ها، چون در خصوص این چهره ها هم ما اندکی پیشتر گفتیم ضرورت تکرار کردن نیست. سهراب این برادر کلانی است، بعد این ابوبکر، بعد ابوبکر علی، فرزندان رستم باقیف، یک عائله نمایان و خیلی شهرت یار تاجیکستان در رشته های گوشتین بگویم اگر بهتر است. در جودا و در گوشتین ملی ورزشگری مصری پهلو بود فکر میکنم، بدن نیست اینجا. بیاد پهلو باید بهاگذاری گردد. سهراب باقیف بدن بکار کرده شد. بیاد یک بار دیگر توجه کنیم، 100% پهلو است. 100% پهلو است. بله، گوشتین ادامه می‌یابد. پهلو با سر رفتی دندک کار دیگر شد. روند تلاش بدن بهاگذاری میگردد. کوششی اول هم به سر بود، کتفش دندک رسید. سهراب به پیش می رود. سهراب دلپرانه عمل کرده ایستاده است. ما از سهراب باوری داریم که این دور هم برایش خوب انجام می یابد. به مرحله بعدی می رود. باقیوف ایدی بیک سفرف را که فدراسیون روسیه را نمایندگی می کرد اینجا شکست داد. دوامی مبارزه پرشدت تر باید صورت گیرد، نه سست و بی‌طرفانه. اینها البته خود را وانمود می‌سازند و مخصوصا همه این کاری دیگر دست را آزاد گذاشت. این اصول در نتیجه تپیدن دست راست حریف با ثمر انجام یافت. یعنی زحمت به امتیاز قدر میشد.
یک بار دیگر مخلصان هم از این منطقه صدای هیاهویشان زیاد است. این طرز گشتینگیریت به ما مقبول نیست. شما می توانید تیزتر گشتینگیرید. همین طور، همین طور. پهلو حلال. بله، از این همین استعداد والا و شایسته و عالی دارد سهراب. چرا استفادهش نمی کند؟ این را نه تنها من بلکه مربیان و تماشابین ذکی هم خوبتر می داند. سببش تنها یک چیز است: دورهای بعدی، در این بخوری رقابت‌های حساس. جمهوری تاجیکستان سهراب باقیه. رفیق سهراب یا دلشاد گوریوف می شود یا پهلوان گرجستانی. حالا بعد چند از آن رو معرفی خواهیم کرد. دلشاد گوریوف with representative Georgie Meta Gogobelishvili. Aslet Vizvaydi Aktak representative Uzbekistan Dilshod Buriyev. And Aslet Vizgarini Aktak representative Georgie Meta Gogobelishvili. دلشاد بوریف از جمهوری ازبکستان و گوگولاشویلی سبزپوشی، قامتش اندک پستر از گرجستان است. بسیار هم چابک گشتنگیری ورزشگری گرجستانی خیلی هم خوب به نظر می رسد و دلشاد بوریف این چهره هم نتیجه های بهتر و قبلا هم در مسابقات گران پری اگر اشتباه نکنم 2 سال پیش ازبکستان را معرفی میکرد و نتیجه هایش در گشتین کورش زیادند. همسایه کشوری ما هیئت‌های علاهیده خود را مکمل میکند در جودو، در کورش و در گشتینگیری هم الکی دسته منتخبی قوی جمهوری ازبکستان وجود دارد. حالا ما بعداً درباره آنها بیشتر حرف خواهیم زد. در وزن 78 هستند پهلوانان. بعداً با بوریوف، با علاوالدین، با دلشاد بسیاری گمانی دیگر دارند. بسیار خوب، لحظات جالب رو، فرصت مناسب رو هم پیدا کرد و ورزشگری گرجستانی هم از چسب و تلاشش، از جد و جهدش معلوم است که نفری تصادفی نیست. تمرین هم، توصیه هم، زحمت های سالهای طولانیش اینجا هم ثمرآور ارزیابی می شوند که به تاجیکستان آمد و خیلی جرأت دارد و خود را هم خوب دفاع کرده می تواند. اکنون روند تلاش نشان داد که پهلوان گرجستانی اندکی قوای جسمانیش کمتر است. Representative Uzbekistan Dilshod Buriyev. باقی و سهراب و آنا همین چهره در دور بعدی میدانداری میکند با دلشاد بوریف.
athlete with fight attack рақобатҳои Uzbekistan, 4-1 ниҳоии вазни то 65 кило шурӯъ мегарданд. Хуррамовро маърифӣ кардем аз Узбекистон аст. Сарвар Абдушукуров ин чеҳраи шинохта аз Тоҷикистон. сардору сарвар дар майдонанд. сарвараш аз мост, сардораш меҳмон аст аз Ӯзбекистон. Абдушукуров зодаи шаҳри Турсунзода дар тамрини ҳамешагиаш ба ӯ Дадахон Қурбоналиев тавсия медиҳад. акнун аз сари остини дасти рост сарвар хуб дошта тавонист. рақобат андаке пуршидатар хоҳад шуд, чунки касбияти ҳарду хеле мақоми шоиста дорад. ҳарду варзишгар ҳам аз ҳамин нуқтаи назар ба пеш намераванд. фақат дар оғози бубинем амали каме нигаронкунанда ҳам нишон дод паҳлавони тоҷикистонӣ. ҳамлаи бардуруғро дасташ кушода шуд. акнун талоши ин чеҳраҳо боз идома меёбад. мубориза фикр мекунам дар дидори аввали 4-1 ниҳоӣ хеле шиддати дигар мегирад. рафти майдондорӣ акнун нишон дод. сарвар андаке фаъолтар, аммо сардор ҳам бисёр паҳлавонияш шоиста. ҳунараш хеле хуб. майдондории паҳлавонон хеле хуб. бибинед касбият ки ҳаст. аллакай ҳар амале ки ҳар кӯшиш ё чӣ усулеро ки мехоҳанд ҳарду истифода кунанд ба мушкилӣ рӯбарӯ мегарданд. сабабашро гуфтем, касбияти баланд. огоҳӣ ба паҳлавони сафедпӯш ки сардор ном дорад. ҳаракат кардан дар кор дар майдон 5 дақиқа хеле вақти кам аст. сутун гузоштан, нақибнишинӣ кардан, фориғбол будан зуд муҷозот мешавад. барои ин бо масъулияти том, бо ҳамон иродаи устувор ба пеш рафтан лозим. сарвар Абдушукуров ҳунари хуб дорад. дар Ӯзбекистон, дар майдонҳои бошукӯҳи кишвари ҳамҷаворамон ҳунарнамоӣ хуб ҳам мекунад. дар мусобиқаи байналмилалӣ با حضور کشورهای آسیای مرکزی در پنجکند، در استرافشان هم در پنجکند و سفره ظفر برآمد. خیلی خوب استعدادش درخشید.
الان نتیجه نیست در جریان سبقت هر دو پهلوان. یک آگاهی که ورزشگری ازبکستانی دارد این کافی نیست برای ظفر یافتن ورزشگری ما. از روی قاعده های گشتنگیری اگر وقت هم به نتیجه انجام یابد آنگاه 3 دقیقه از روی قاعده های فدراسیون بین المللی گشتنگیری وقتی ایلاوگی تعیین می‌گردد و برای امتیاز طلایی پهلوانان مبارزه می‌برند. اگر در دقیقه اول در ثانیه اول هم ظفر یابد دیگر ضرورت خاتمه وقتی ایلاوگی که 3 دقیقه رو در بر می‌گیرد نیست. همین است ترتیبی سبقت های پهلوانان و نظام و قاعده های کشتینگیری ما. عبدالشکورов هم بسیار هنرش جلوی دیگر گرفت. سردار خورموف محمد کریم خورموف رو میدونیم و سردار وقت انجام می‌یابد در وقت اضافه اکنون غالب معین خواهد شد. 3 دقیقه بله 3 دقیقه وقت اضافه. اگر در 3 دقیقه وقت اضافه پهلوانان یگان نتیجه به دست نآورند آنگاه آگاهی میتواند که کار را به نفع ورزشگری ما حل و فصل سازد از روی قاعده. در گمان است که 3 دقیقه یکی اشتباه نکند و یکی لااقل به نظر داوران هم کارشان ثمرآور انجام نمی‌یابد. داور اشاره میکند این عمل رو یک بار تماشا نمایند حرکتی آخرین رو چون که دو دیلگی به میان آمد. فکر میکنم نیست پای راست پهلوانی ازبکستانی اینجا اگر به شکم میافتید الکی امتیاز بدن بود. عبدالشکورov چون در خصوص کسبیتش هم گفتیم چهره امروز هنرنمایش در دوری اول هم خوب بود. بیاید در ببینیم. یک طرف راستی پهلوانی ازبکستان به زمین افتیده بود. اکنون نظارت های تکراری نوارهای به تدریج یک بار نشان دادن که این ارزنده به امتیاز بدن نیست. سردار اکنون از بالا قپید. خوب است برای پهلوانی ازبکستانی. سربر قامتش رو کمتر پستر میکند. گو به نفع کار است و گو به ضرر کار است. امتیاز طلایی رو ورزشگری تاجیکستان 30 تانی پهلو امتیاز طلایی است. نوابست از خاتمه وقت اینجا سرور عبدالشکورov. This contest winner representing Tajikistan, Sarvar Abdushakurov.
سرور عبدالشکورов اولین شده به مرحله نیمه Central نهایی referee, representative Afghanistan, مسابقه بین المللی semifinal جام رئیس شهر دوشنبه Side را referee, خواهد گرفت در وزن representative 265 Azerbaijan, کیلوگرم. Khaldun Aliyev. داوران را And side حالا referee, معرفی representative Georgie, می‌سازیم David Obkayidze. و پهلوانان که در میدانند داور اساسی از افغانستان، داور کنجی از فدراسیون روسیه و داور دیگر کنجی از گرجستان. مولا رجب خلیفه به میدان میبراید با بخوری های همراهی دوری سومی وزنی تا 65 امیر کیلوگرم محمد. با یک تکی سفید نماینده جمهوری اسلامی ایران امیر محمد، با یک تکی سبز نماینده جمهوری تاجیکستان مولا رجب خلیفه. بسیار با صمیمیت دستفشاری دارند هر دو پهلوانان کشورهای هم فرهنگ و تاریخی قدیمه داشته تاجیکستان و ایران. مولا رجب خلیفه گوشتینش در این دور دیگر خیل می شود چونکه همون برنامه لاحیده یا سناریوی مکمله که مرحله به مرحله باید طی کند از همین توصیه عبارت است. سراسیمه نیست میداند، قهرمان جهان میداند که در این سمت چی کار رو باید خاتمه دهد. این بسیار هم پهلوان تاریخی است. با کدام خاطر؟ اولا در وزنش تا 65 کیلو چهره که به شرافت غلبش پرچم پرافشان شد. اولین نفره که پیشوای معظم ملت به گردنش مدال طلا آویزان کرد. این پهلوان دیگر ایرانی است که توصیه می‌دهد به رقیب مولا رجب خلیفه. سه رویداد تاریخی که در صحیفه فعالیت ورزشی مولا رجب در گردیده است همین است. در اولین قهرمانی جهان، در اولین وزنی که خاص به همین برنامه بود و پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان و این چهره ها انعام و تحفه ها را تقدیم کردند و به گردن اولین فرزند تاجیک در قهرمانی جهان همچون رمز که مال اجدادی ماست و اولین قهرمانی جهان را ما در چمپیونات جهان ما به دست آوردیم در وزن 65 کیلوگرم. همین سبزپوشی در میدان بوده این تغییرات در تاریخ ورزش به وقوع پیوست. و سال پر بسیار انعام عالی بود از جانب رئیس شهر دوشنبه که به غالب اولین قهرمانی جهان $20,000 تحفه تقدیم کرد که این بی سابقه و بی نظیر هم هست در ورزش دنیایی، مخصوصا در نمودهای گوشتین رو در نظر دارم بدون مبالغه. اکنون مولا رجب امروز راهی مبارزه را برای دریافتی هم مدال طلا و دفاع شرف وطن محبوب و صاحب گردیدن $10,000 امریکایی مبارزه ادامه می‌دهد. سرور عبدالشکورov اولین شده به دور نیمه نهایی رفت. غالب این جفت را انتظار است.
бад не дар маҷмӯъгирӣ магар амир муҳаммад хеле хуб истодагарӣ кард. 3 дақиқа аз он андешаҳое ки мухлисон доштанд ки дар дақиқаи аввал Мурод Раҷаб корро хатм мекунад, бо муваффақона ба анҷом мерасонад, чунин нашуд. намегузорад амир муҳаммад. акнун Мулло Раҷабанда ки роҳи ҳуҷумҳояшро бояд тағйир диҳад. дид ки тавассути истифодаи усуле ки аз ҳарду сари ҳарду остин мегирад ё чангак ба вуҷуд меояд, ин тамоман самти ҳаракати рақибро дигар тараф баъдан дуруст даҳогузорӣ кард. фикри ман дар гӯштини миллии тоҷикӣ кӯшиши аввал, афтиши аввалин ба назар гирифта мешавад. барои тасдиқи ин гуфтуҳо биёед як бори дигар биномем. баъдан ҳаракат шуд, сипас ҳаракат карда Мулло Раҷаб. афтиши аввал бадан аст, бекор шуд бадан бекор шуд, паҳлӯ боҳогузорӣ карда. ба ҳар нав ман фикрамро иваз намекунам. ҳамчун шориҳи ҳамин лаҳазот ба ақидаи довари афғонистонӣ мувофиқам. ин чеҳра аз Эрон аст, дар вазни 78 кило нерӯсанҷӣ мекунад. ба ҳамватанаш ишора мекунад ки корро дар ин замина шиддати дигар диҳад, чунки ба бох рӯбарӯ шуда истодааст. бисёр ҳаракати хуб ҳам инҷо нишон дод амир муҳаммад. хушқадам Хусрав, қаҳрамони ҷаҳон дар риштаи самбо. Шакар Мамадро ҳам мебинем ки аз дур ишорае дорад. ватандорӣ. ҳама узви мунтахаби гӯштингирии Тоҷикистонанд. кифоя аст акнун камтар аз 20 сонияи дигар. баъдан бале рақобати паҳлавонон баъди чанд сония анҷом ёбад. Мулло Раҷаб Халифаев агар зафар ёбад ба даври нима ниҳоӣ роҳашро ҳамвор мекунад. онҷо Сарвар Абдушукуров паҳлавони моро интизор аст. вақти бохӯрӣ. Мулло Раҷаб Халифаев бо ин имтиёзи паҳлӯ дуюмин шуда ба марҳилаи ниманиҳоӣ меравад. паҳлавони мо бо варзишгари дигари Тоҷикистон Сарвар Абдушукуров майдондорӣ хоҳад кард. دوستانی عزتمند، حاضرین گرامی قدر
در تنتنه با شکوهی ششمین مسابقه بین المللی آیوب کشتیگیری که برای دریافت جام رئیس شهر دوشنبه برگزار گردیده ایستاده است و حیث مهمان فخری قهرمان بازی‌های المپی ریو د ژانیرو نماینده فدراسیون روسیه حسن خلمرزاєв حضور دارد که کدومشان را خیرمقدم میگوییم. حسن خلمرزاєv بگیریم دعوت کرده می شود نماینده جمهوری تاجیکستان مسلم فدراسیون روسیه به حیث مهمان فخری به این مسابقه دعوت گردیدند. و دوستان عزیز ما توجه میکنیم به توضیح خوب از رقابت‌های خیلی سبکی با شکوه این مسابقات و پهلوانان توجه میکنیم که آنها علاقه ظفر یافتند و باید سفید نماینده جمهوری تاجیکستان مسلم یکی از اینها مسلم بیگ کریموف است. باید سبز نماینده جمهوری اسلامی ایران وحید مجید باریماللو از جمهوری اسلامی ایران. این رقابت هم خیلی شدتی دیگر میگیرد. نفر سیومی که به مرحله نیمه نهایی را خواهد میگیرد. دو پهلوان تاجیک در مرحله نیمه نهایی قرار دارند. مولا رجب خلیفه با همراهی سرور عبدالشکورов. اکنون سیومین را میبینیم. از 2-1 به دوری نیمه نهایی میرود. از 2-1 بله. مجید هم پهلوانی خوب است. تلاش این چهره را میبینیم که خیلی هم چون گفتیم که از سران کشورهای آسیای مرکزی از آن مسابقاتی که در پنجکین شروع گردید این چهره اشتراک داشت به استرافشان آمد. در تنتنه های نوروز امساله مردم تاجیک شرکت فعالانه کرد. در ناحیه های نورآباد و رشت و دیگر منطقه هایی که دایر شدند. شاید پگاه باز هم به ناحیه ورزاب رود. به شهر دوشنبه خیلی نزدیک است چون گفتیم که عید با شکوه گشتنگیری پگاه در ناحیه ورزاب برگزار می‌گردد و در این عید محتشم اشتراک پهلوانان همین مسابقات در نظر است و چون دیروز هم سرمربیانشان اطلاع دادند که به پایتخت عزیز ما شهر دوشنبه خیلی نزدیکتر است، امکان پذیر است برای پهلوانان ایران، افغانستان، گرجستان و ازبکستان که در مسابقه گشتنگیری که پگاه 27 اپریل در ناحیه ورزاب برگزار می‌گردد این چهره ها شرکت ورزند. ادامه تلاشی ورزشگران تا کنون به نیست. داور اکنون هر دو رو هم به مرکز میدان دعوت کرد. این کاری که باید جدی‌تر هر دو در سمتی دریافت امتیاز و تلاش ورزند. نه فکر میکنم نبود امتیازی بدن. در صورت فشار آوری و مقاومت جدی کردن که ورزشگر ابتدا به شکم افتاد. لااقل به شکم افتانیدن یا حریف این یکمین امتیاز است. از میدان بیرون شدن مجید اندک خطر هم دارد. بله آگاهی گرفت مجید. بعد این سهراب باقی با همراهی
دلشاد بوری به میدان میبرایند. جفتی آخرین رقابت های 4-1 نهایی. بله مسلم بیگ فعالتر شد راستی. مسلم بیگ فعالتر شد. کوششی پهلوانی ایرانی برای همون یک طرفه که بود اینجا مورد نظر و تحلیل قرار گرفت. مسلم بیگ باشد جرأتش اندکی بوکس هم افضل تر شد. بسیار از وضعیت مشکل مجید رها یافت. یکی از سبب‌های با موفقانه ختم نشدن همون اصول فراموش کردن کاری خودی مسلم بیگ را یک بار دیگر نشان داد که دست حریف را نتوانست که در وقتش عین مدعا قپد و بعدا این کار را انجام دهد. با هر نوع حرکتش خیلی خوب بود. مجید هم اصول سری کتفش ثمرآور انجام نیافت. پای در پای همون اصول رو میخواد استفاده کند. به مرکز توجه میکند. یک بار دیگر پهلوانی ایرانی 2-3 دورتر بود. مبارزه مقاومت پهلوانان هم در این وقوری غالبیت نصیب نماینده جمهوری تاجیکستان مسلم کریم. This contest will be representing Tajikistan, Muslim Beg Karimov. از این دور نتیجه دلخواهش را گرفته توانست. سومین پهلوان تاجیکستان که به مرحله نیمه نهایی می‌رود. بگیریم دعوت کرده می شود نماینده جمهوری تاجیکستان سهراب باقیف و نماینده جمهوری ازبکستان دلشاد پوری. با یک تکی سفید نماینده جمهوری تاجیکستان سهراب باقی. استاد ورزش درجه با یک تکی سفید نماینده جمهوری ازبکستان دلشاد پوری. از جمهوری ازبکستان این چهره هم استاد ورزش درجه بین المللی می باشد. After this contest will the athlete under 78 kilos representative Uzbekistan Umid Esanov with representative Belarus Zakhar Kozel.
توجه با ادامه تلاش پهلوانان، توجه با ادامه سبقتی که تقدیری رقابت مرحله نیمه نهایی را شاید حل و فصل کند. انتخاب بهترین ها یا سهراب و یا دلشاد. یا سهراب یا دلشاد. اکنون سهراب میداند که نسبت به دو سبقت سامان دادهش این دور برایش مشکلی ایجاد میکند، چون که کسبیت ورزشگری ازبکستان اندک دیگر است. حرکت های این چهره هم کاملا دیگرند. دیدید که هنگامی استفاده اصول الکی دلشاد کاملا خود را ناراحت احساس نکرد، موقعش رو هم داد. کوشش دیومی سهراب باقیوف هم خوب انجام نمی‌یابد. این از مهارت خوب پهلوان ازبکستان درک می‌دهد. سهراب باقیوف ما دو دوری پیش سهراب رو معرفی کردیم، زاده ناحیه رودکی سلاله باقیوف ها، و حالا باز برای دو عمل فرصتی خوب داره. انا پارتوف اشتباه کرد دلشاد. در این باخونی اولویت نصیب نماینده جمهوری تاجیکستان سهراب باقیوف. This is contest winning representing Tajikistan, Sohrab Baqiyev. Awesome, 8 kilos. With mighty attack representative Uzbekistan, Umid Esanov. And as the Vizgarini attack representative Belarus, Zakhar Kozel. به رقابت پهلوانان وزنشان دیگر اکنون توجه میکنیم. بسیار سهراب باقیوف براستی اینجا دلهای مخلصان رو هم به وجه آورد. بسیار استعداد خوب نشان داد. از پرتافتی که خورشید مجیدوف، از کوششی که خورشید مجیدوف در مقابل بکمراد آلتیبایف کرده بود، عیناً همین حالت رخ داد. بسیار لحظات جالب. و اکنون ما توجه میکنیم به سبقت پهلوانان وزنشان تا 78 کیلوگرم. امید احسانوف از ازبکستان است و کازل این چهره سبزپوش از بلاروس. پرتافت رو یک بار دیگر بیاد ببینیم که پهلوان ازبکستانی چگونه نماینده بلاروس است. از بالا این ترتیب پهلو رو در بسیار حرکت مناسب. بله پهلو بکر حلال. This is contest winner representative Uzbekistan, Umid Esanov.
در این مخوری قلوبیت نصیب نماینده جمهوری ازبکستان امید اسانا. امید اسانا در این جدول غلبه به دست آورد و به مرحله دوم رفت. کارگردانی ما هم بسیار یک چهره نمایان و ماندگار را یافت. برابری به میدان آمدن رحمت الله بیگ فرهادوف برادرش را پیخست کرد و پیگیری کرد که بسیار هم عین مدعا بود. هیجان فرزند پدر در حالت خیلی احساسات شایسته و والا. حالا اکنون ورزشگری کمیرونی رو میبینیم که این چهره با رحمت الله بیگ فرهادوف چی کار رو میتواند سامان دهد. رقابت پهلوانانی وزنشان تا 78 کیلو شروع گردید. اینجا هم تلاشی که میبینیم خیلی با سرعت است، خیلی هم جاذبیت الهیده خود را دارد. رفته این مسابقه یک بار دیگر نشان داد که پهلوانان تاجیکستان امروز با این مسابقات خیلی آمادگی خوب هم دیدند. بسیار هم یک کوششی پهلوانی ما خوب به نظر رسید. جونیور مولاکیه این پهلوان کمیرونی هم خیلی خوب ایستادگی دارد. مهمیت کار آن است که از کمیرون به تاجیکستان آمدند. افتخار آن است که گشتنگیری را این چهره ها می آموزند و به هیئت فدراسیون بین المللی گشتنگیری شامل شدند. انا این سخنان مایه افتخار است که ما به آرزوی چندین عصره خیش رسیدیم که در عملی این کردن این کار خدمت های پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان بغایت بزرگ است. این تنتنه و این شهامت را اکنون ما تا به وقتی شب تماشا میکنیم. از مخلصان هم دعوت به عمل میآوریم که نیمه دوم روز به این تالار محتشم آیند. بعد از ساعت 16 مراسم افتتاح برگزار میگردد و تا تقریبا ساعت 21 یا 22 شب مرحله نیمه نهایی و بعداً مراسم جایزه سپاری و تحفه های انعام و مکافات های ارزنده به غالبان به مبلغ $10,000 و زینه اول به مقام دوم 5,000 و دو زینه سیوم هم $2,500 تحفه سپاریده می شود. اکنون پهلوان کمیرونی از این حالت خود را رها کرد به شکم افتید. بدن اینجا تنها نقطه عمیقی که داور می تواند این را تصدیق سازد.
دیدید بله همینطور هم هست. رقابت ادامه می‌یابد. فرهاد رحمت الله بیکوف از این هم باید خوبتر هنرنمایی کند. از این هم باید خوبتر هنرنمایی کند و تلاشش با چی گویم امتیازهای ارزنده باید قدر شود، چون که ما از این پهلوان نتیجه بهتر را انتظاریم. تنبیه میگیرد ورزشگری مهمون. کاری دیگر آخر فرهاد رحمت الله بیک فرهاد خیلی استعدادی کسبی و بالا و ارزنده دارد. با یکتکی سفید نماینده جمهوری تاجیکستان ابوبکر باقی. با یکتکی سبز نماینده جمهوری مصر عرب نصر محمد. راستی ابوبکر را دیدم گمان کردم که سهراب باز به میدان اومد. هر دو قیافه‌اش یک زیل. برادران، ابوبکر در وزن تا 78 کیلو امروز میدانداری خواهد کرد. بدون مبالغه از فاصله دور بسیار هر دو مانندن، شباهت دارند به یکدیگر برادران. سهراب برادری بزرگی است، ابوبکر برادری دومی و از اینها خردتر علی باقیف. دوره اولی سبقت باقیف در مقابل پهلوان مصری محمد نصر. ابوبکر در مقابل کمی به سراسیمگی راه داد نصر. به سر رسیدن خطر دارد.
ابوبکر باقیو بیاید ما یک بار دیگر معرفی کنیم این چهره رو و نمایندگانی که واقعا به تاجیکستان آمدن از مصر و از دیگر کشورهایی که دیده ملکه در دورهای اول وقتشان آمد نکرد. پهلوانان نامی هم شکست خوردند، مخصوصا دلشاد بوریف، این چهره خیلی ماندگاری منتخب ازبکستان، و سردار یک پهلوان دیگری که معرفی کردیم ابتدای هنرنمایی این چهره در وزن تا 65 کیلو، سردار خرموف. این هم یکی از چهره های نمایان بود. پهلوان گرجستانی هم در وزن 65 کیلوگرم شکست خورد. و ورزشگری مصری حالا وضع سلامتیش خوب است. داور توصیه می‌دهد که کشتن را ادامه دهد. این مخلصانی که هر کجایی که چون گفتیم این موی سفید 76 ساله ناحیه فیض آباد، هر کجایی که کشتن است، خیرالله عزت و فرستادانی برجسته قربان علی که یک تخلصی علاهیده خود را دارد از ناحیه مومن آباد. و در مجموع بیاد کاری امروزه مربیانه که به تمرین ابوبکر توجهی علاهیده دارند چگونه است. حالا خوب است و دورهای بعدی اکنون مشکل تر می شود. اگر ما حالا به صورت مجلس توجه کنیم، در این موخوری اولویت نصیبی نامنده جمهوری تاجیکستان ابوبکر باقیه. In this competition representing Tajikistan, Abubakar Bofia. ابوبکر باقی در این دیدار ظفر یافت و به مرحله دوم رفت. پهلوان قزاقستان در این دور موجود است. Athlete with white attack representing Kazakhstan, Bekadil Shaymerdanov. And athlete with green attack representing Russia, Ibrahim Kitiev. شایب مردانوف این چهره که از قزاقستان است، با همراهی نماینده روسیه میدانداری میکند. جفتی اول رو معرفی میکنیم و اکثری پهلوانان وزنشان تا 78 کیلو اینجا در دوری اول آزاد هستند. ابراهیم این از منتخب روسیه هست. پهلو با ابراهیم داده شد. بکدین شایمردانوف سفید پوشه که حالا به خطاگی راه داد و باعث یک بار دیگر هم پهلوان فدراسیون روسیه توجه برای استفاده اصولی سری کتف کرد. در این دوام هم موفق شدند که پیشتر مبارزه شان باز ادامه می‌یابد. برابریانی که ورزشگری روسیه امتیاز گرفت، اکنون کارش در سمت فشار آوری باز هم زیادتر شد. یعنی به این قناعت فدراسیون روسیه بهتر بود
امتیاز بدن گرفت. جهد و تلاشی ورزشگری قزاقستانی ثمرآور نیست. راستی خطاگی ها هستند. آمادگی سستی جسمانی از جهت تکنیکی هم چندان هنری مناسب یا بهتر ندارد. پهلوانی قزاقستانی نماینده فدراسیون روسیه اکنون باز هم فشار آوری زیادتر می شود. اگر پسیوی پهلوانی قزاقستان باز هم تکرار یابد، بعد آگاهی تنبیه میگیرد. امتیاز پهلو رو هم از دست داده است پهلوانی قزاقستانی. در مجموع وضعش چندان مناسب و خوب نیست. رفت گوشتینگیری سوس شد. راستی بچه ها اول بسیار رجوع کردند. انا این کاری دیگر پهلوانی سبز پوش اصولی سری کتف خاتمه داد. این کار رو هم بهتر نمود. عقب نشینی نماینده قزاقستان به نظر می رسد. او باید در این سمت برعکس فعالتر باشد که امتیاز از دست داده است و رو به ناکامی است. بکدیل دیدید این مشخص است که داور به این مجازات حد آگاهی داشت تنبیه گیرد. یگان جای مشورت نیست دیگر. داور برای دقیق کردن این سخن باز به داوران کنجی مراجعت کرد. نماینده ترکمنستان، نماینده عراق و داور ایرانی و افغانستانی فکر میکنم. بله امروز هم شماره داوران رو به افزایش است. داوران درجه بین المللی As it's going to Spain, representing Russia, Ibrahim Kitiev. در مقابل قلب نسیب نماینده فدراسیون روسیه ابراهیم کیتیف. ابراهیم کیتیف در این دور ظفر یافت و به مرحله دوم رفت. با یک تکی سفید نماینده جمهوری تاجیکستان محمد شریف نجمیدین. با یک تکی سبز نماینده جمهوری افغانستان ادریس محمد. با یک تکی سفید قهرمان جهان در رشته گشتین سامبو میانی جوانان محمد شریف نجمیدینov و رقیبی او از جمهوری افغانستان بسیار هم با جد و جهد محمد ادریس رجوع دارد. با پیش رود. خیلی هم پایزنی خوبش به نظر می رسد.
بین میدان آمدنشان در کار است. تلاش ورزشگران باز هم با شدت تر می شود. نجم‌الدینov андаке ба шикам афтид, бадан ҳаст. бале, аз ҳисоби фишороварӣ ва боз ҳам ҳаракати хубу саривақтие ки дар ин ҷо ба назар расид, бале, паҳлавони тоҷикистон хеле ҳам бо иродаи устувор ин ҷо таваҷҷӯҳ кард ки фишор оварад ва дигар бора ин маврид, ин лаҳзаро ҳам такрор намояд. бисёр хуб ҳунарнамоӣ дорад, новбаст аз оне ки дар ҷараёни талоши ин паҳлавон боз ҳам таҳаллу, сустӣ ва заифии хатти ҳамларо гӯем ё самти чӣ гӯем фишоровариро ва хеле хуб Наҷмиддинов иродааш устувор шуд. Наҷмиддинов иродааш устувор гардид ва акнун ба пеш меравад. паҳлу ҳалол. ба ҳамин тавр варзишгари Тоҷикистон пеш аз муҳлат ғалабаро моли худ кард ва ба даври дуюм рафт. талоши паҳлавонон боз дар вазни то 78 кило идома меёбад. Atlet Vizvanyak tak reprezentiv Uzbekistan, Omid Esanov. And atlet Vizgrinyak tak reprezentiv Russia, Ilhomiddin Jaborov. акнун ана боз рақобати хеле ҳассос. Умид Эсанов қаҳрамони ҷаҳон дар кураш аст. Илҳомиддин Ҷаборов варзишгари ҷумҳурии Тоҷикистон сабзпӯш аст. бисёр ҳам хеле бо тамоми нерӯву қувва ҳар ду вуҷуд доранд. Эсанов устоди варзиши дараҷаи байналмилалӣ, қаҳрамони ҷаҳон дар кураш, яке аз варзишгарони номошнои Ӯзбекистон ба ҳисоб меравад.
پهلو. بله پهلو با ورزشگری ازبکستان بسیار هنری بلند دارد. در استرافشان این چهره رو دوچاری ناکامی کردند. امروز بسیار با یک هنر والا به پیش می رود. Rahmatullobek Farhodov is representing Kazakhstan. Abikair Maulenin. نه امتیاز نیست، حرکتی پهلوانی سفید پوش بود و در نهایت امیرالدین جبارов تسکین دل زود او را هم در زمین نگاه داشت. حرکت از پهلوانی ازبکستان بود، بعدا دفاعی ورزشگری ما بود. در مجموع چیزی نیست که به امتیاز قدر داشته باشد. بسیار گشتنی خوب، جذابیت و خیلی هیجان ها پای در پای. امروز بهترین ها را چون معرفی کردیم در بعضی یک و دو انا همون دو، یکی پهلوی اولین بود و دیگر پهلوی دویمین. پهلو حلال و مثل آنی که وزری اواسطی ایپون. پهلو حلال. الهامالدین جبارov نتوانست که ظفر یابد و دوری بعدی رو برایش راهش رو هموار سازد. With white yaktak representing Tajikistan, Rahmatullobek Farhodov. And athlete with green yaktak representing Kazakhstan, Maulenin Bekair. بکایل مولینین و رحمت‌الله‌بک فرهادوف اینها پهلوانانی وزنشان تا 78 کیلو که در مرحله دویم قرار داشتند و به میدان برآمدند. رحمت‌الله‌بک پهلوان کامیرونی را شکست داد و ورزشگری قزاقستان در دیداری اول آزاد بود. انا پرتاف خیلی هم شایسته. رحمت‌الله‌بک فرهادوف ورزشگر تاجیکستان در این دیدار ظفر یافت. حالا یک بار دیگر توجه میکنم به نقطه مشخص و حالت تکراری بیاد. یک بار دیگر ببینیم. طرز استفاده اصول رو داور اینجا که بیان دارند. با این نقطه نظر این و زانو نشستنش یکان معنی دیگر ندارد. این عادلانه است و خیلی هم شایسته. پهلوان
پهلوانی ما به دور دیگر رفت. ابوبکر باقیو به میدان میبراید با پهلوان گرجستانی. Atlet Mizvahdiak Tak reprezentativ Tajikistan Abubakar Bokia. Atlet Mizgrinyak Tak reprezentativ Georgi Dmitry Kutishvili. Kutishvili. پهلوان گرجستانی سبز پوش است. ابوبکر در دیداری اول هم بسیار هنر بهتر نشان داد. باقیوف در مقابل پهلوان مصری محمد نصر و به دور دوم آمد و پهلوان گرجستانی در دور اول آزاد بود. این معلومات مختصر برای تماشابینانی که نوکک به شبکه ما پیوستند. حرکت سری هر دو آستین، حرکت توسط داشتن یا قپیدن سری هر دو آستین مناسب هم بود برای فشار آوری و برای لااقل امتیاز اولین بدن. اوی بدن، بله. ورزشکار گرجی امتیاز اول رو گرفت. فکر میکنم که بعد کوششی که در زمین بود این نوبت گرفته نمیشه. این عمل باید در حالت راست بودن اجرا میشد. در گوشین ملی چنین نیست. در گوشین جدا هم نیست. اگر توقف نباشد حالتی که آمد تا به نقطه نهایی رفت، اما اینجا توقف خیلی طولانی رو ما دیدیم. آزاد گذاشتن خود حرکت پهلوان گرجی. خیلی مهنت کرد. آگاهی برای از میدان بیرون برآمدنش و پهلوان گرجستانی. تلاش این چهره ها خیلی خوب است. نه، از میدان بیرون شدن. به خاطر دریافت فرصت دیگر ابوبکر باید فعالتر باشد. این حالتی خیلی همسایه. فرصت خیلی خوب و ارزنده و شایسته و مناسب هم بود. This is contest winner, representing Tajikistan, Abubakar Bokia.
توجه میکنیم به ادامه سبقت ها، توجه میکنیم به لحظه های خیلی جالب که ما رو در پیشند. ابوبکر باقیوف اندکی پیشتر بسیار هم دچار ناامیدی بود از پهلوانی گرجستانی و بسیار هم خطاگی خود را اصلاح کرد و صاحبی پیروزی شد و به مرحله دیگر واسیف ادریسوف از آذربایجان و پهلوان ایرانی رو هم معرفی کردیم. ایپان معذرت حلال پهلوان ایرانی بسیار هم با یک استعداد خوب. رامین In this contest winner, representing Iran, Ramin Ahmadzov. در این بخونی باید دستی می نماده جوریسم ایران، رامین احمدزاد. Athlete with white yak representing Russia, Ibrahim Kitiev. And athlete with green yak representing ITTF, Navrouz Karimzod. ابراهیم کیتیف از فدراسیون روسیه سفید پوشی در میدان بوده و نوروز کریمزاد از تاجیکستان از دسته فدراسیون بین المللی گشتینگیری. پهلوانان اکنون در مرحله دومی سبقت های انفرادی وزن تا 78 کیلو قرار دارند. تا مشخص کردن کاری داوران نقطه های لایحه تکنیکی ما هم توجه میکنیم به فضای خیلی خوب و جالب و دیدنی ایدانه در این روزی آفتابی فصل زیبای احیای طبیعت. البته درخش چهره ها، برگزاری مسابقات، نفوذ گشتینگیری، شهامت والای میدانداری خیلی در سطح بلند و اکنون شکرگزاری از فضای آباد و آسوده و آزاد وطن محبوب میکنیم. ببینید بسیار هم یک عید محتشم گشتینگیری با ابتکار مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر دوشنبه فدراسیون گشتینگیری تاجیکستان برای دست گرفته شد که بسیار هم شهامتش خوب. در این سمت هم البته کمیته کار با جوانان و ورزش نزد حکومت جمهوری تاجیکستان و کمیته های مربوط به ساحه‌ای که توجه کردند کار در این زمینه با جالبیت دیگر پیدا کرد. ششمین مسابقه بین المللی جام رئیس شهر دوشنبه آید به گشتینگیری. امسال یک نوگانی که به عمل آمد شماره مدعیان خیلی عالی بدن به پهلوانی روسیه خیلی قوی سفید پوش دسته های اندکی پرقوه دعوت گردیدن این یک عامل فرق کننده. مبلغ عمومی جایزه پولی $110,000 را تشکیل می دهد که به 5 غالبی مقامی اول $10,000 و برندگان مدال های نقره 5,000 و به دو زینه سیوم $2,500 امریکایی تحفه های پولی تقدیم کرده می شود. این به خاطر باز رشد یافتن گشتین ملی ما، به خاطر جهانی شدن گشتین ما باز هم پهلو
با پهلو فکر میکنم اگر داور همینجا نقطه مشخصات خود رو تصدیق نکند، اما اشاره کردن که بدن هست. من فکر دارم که اون پرتاب دقیقاً پهلو بود. اورنجش افتی دیگه اینجا ستونه که گذاشت توسط اورنج اینجا دقیق. بله من معذرت میخوام. بعد حالت پرتاب تشکر میگوییم به کارگردان هایی که اینجا هم سخنان ما رو باز تقویت میتین. اورنجش اینجا دفاع کرد. نوروزی کریمزاد رو بدن بود. اویی معلوم است که پهلوانی روسیه خیلی هنرش افضلی دارد. جوانی ارزنده، جوانی برومند، ورزشگری ارزنده منتخب روسیه. خیلی هم جهد و تلاشی شایسته دارد. باز همون حالت پیشین. اوی انا عیناً حالتی با عمل آمده ابوبکر باقی شده. ابوبکر امتیازی بدن را از دست داد. بیایید یک بار دیگر ببینیم. انا همون چنگک پای راستی رقیبش را 100% حلال است. از گهواره هم آسوده تر خوابید. اگر شهیده قلنده را دیدید از گهواره هم آسوده تر بود. دیدید هنر، صنعت گوشتینگیری اینجا دیگر است. صنعت گوشتینگیری بسیار هم از حالت مناسب خوب استفاده کرد. Atlet Vizverinak representative Uzbekistan, Ahror Ziyodulloyev. And atlet Vizverinak representative Tajikistan, Khoim Shukronov. احرار زیاداللایف پهلوانی سفید پوشه که از جمهوری ازبکستان است با قایم شکرانوف ورزشگری ما از جمهوری با لباس سبز حالا در میدان است. نیروسنجیشان را آغاز کردند.
дар вазни 78 кило акнун чеҳраҳои муваффақ оҳиста оҳиста ба даври баъдӣ мераванд. аз Зиёдуллоев дар дидори аввал озод буд ва Қоим Шукронов ҳам дар даври аввал озод буд. расул боқиёв бародарони ин чеҳраро ҳам қаблан Абубакр Суҳробро ҳам маърифӣ кардем. ҷараёни муборизаи ду тан паҳлавон ҳам Наврӯзи Каримзод ва варзишгари дигаре ки аз Россия буд бисёр ҳам суратафзоии хуб ҳунари баланди ин чеҳраро аввалан дидем ва баъдан аз Наврӯзи Каримзод шикаст хӯрд он чеҳраи мунтахаби Россия. акнун Наврӯзи Каримзод ғолиби ҳамин ҷуфтро интизор мешавад дар даври баъдӣ. бисёр ҳолати хубро намояндаи Ӯзбекистон истифода кард, имтиёзи баданро гирифт. Аҳрор Зиёдуллоев ин чеҳрае ки мо хубтар медонем. дар мусобиқаҳои мухталифи гӯштингирӣ ширкат варзидааст ва хусусан дар Тоҷикистон истеъдоди фавқулода ҳам дорад. дар данғара бисёр як маҳорати хубу беҳтарро ҳам соли пор дар тантанаҳои Наврӯзи байналмилалии данғара нишон дод дар ҳузури 6 кишвари ҳам аврупову осиёи марказӣ. паҳлавони сафедпӯше ки ҳоло дар майдон аст. Қоим ба назди духтури мусобиқот меравад. вазъи саломатиаш чандон хуб нест. акнун ғазалшои Давлатшоҳро инҷо ҳам коргардон аз куҷое пайдо кардан ин чеҳрае ки дар гӯштингирӣ дар Ёвону дар ноҳияи Абдураҳмони Ҷомиву дар Панҷу дар Қубодиёну дигар минтақаҳо дар Рашт низ дар Нуробод ҳам имсол ва дар охирин майдон дар Роғуншаҳр ҳам як истеъдоди хуби худро нишон дод. бисёр чеҳраҳои мондагори гӯштингирӣ имрӯз ҳам дар тамошои ин сабқатҳо ҳузур доранд. пай дар пай коре ки сомон ёбад, пай дар пай фишороварӣ бояд ки зиёдтар бошад ва ҳаракатҳои паҳлавонон дар ҳолати рост будан бояд ки зиёдтар бошад. паҳлавони мо маҷбур аст ки суръати рақобаташро тезонад. Қоим Шукронов
یک امتیاز او را باید نگران نکند، یک امتیاز بدن. دوام تلاش ورزشگران، ادامه سبقت پهلوانانی که اینجا بسیار هم توجه برای دریافت نتیجه های ارزنده دارند. قایم باید حرکت را زیادتر کند. فکر میکنم قایم اندکی هم باشد باید فشار آوری کند، دیگر راهی ندارد. نوابسته از آنه که 3 دقیقه دیگر وقتی ایلاوگی تعیین میگردد، معین میشود، به این نگاه نکرده باید پهلوان ما رجوع کند، مبارزه برد که از این امتیاز خوبتر را صاحب شود. هنر خوب دارد. اکنون برابری استعداد این چهره ها رو ما در میدان های دیگر دیدیم، اما اینجا تقاضا دیگر است. بعد 1 سال علاقه فرق هست، فرق کسبیت، فرق یا تفاوت تمرین ها، آمادگی های علاهیده، بله آمادگی های علاهیده انفرادی اگر چنین بیان کنیم باز هم دقیق تر می شود. در دست جمعی پهلوانان بیشتر کار میکنن، زحمت میکشن و بیشتر در علاهیدگی وقت اینجا به اضافه اکنون ادامه تلاش یک بار دیگر نشان داد که پهلوان ازبکستان در این دیدار بله با یک بدن این دور را خوب انجام داد. از این امتیازی که گرفت علاقه برای زمینه فراهم آورد که زیادالله فهرال به دوری سیوم رود. Aslet vyzvat jak tak reprezentativ Tajikistan Muhammad Sharif Najmedinov. And Aslet vyzgreen jak tak reprezentativ Moldova Zoreo Konstantin. زوره کنستانتین سبز پوش است. قهرمان جهان در رشته سامبو میان جوانان، استاد ورزش درجه بین‌المللی محمد شریف نجمیدینوف سفید پوشه که حالا بسیار از خود یک استعداد و ملکه و مهارت خوب نشان داده ایستاده است. آگاهی به پهلوان مولداوا. بسیار هم حرکت محمد شریف نجمیدینوف این مدعا بود. در دیداری اول محمد شریف نجمیدینوف که ظفر یافت، این هم در زمانی که ادریس محمد خیلی مقاومت سری وقتی کرد، اما در فشارهای محمد شریف نجمیدینوف تاب نآورد، پهلوان افغانستانی و شکست خورد. بعد این ورزشگران قرقیزستان و گرجستان به میدان میبرایند.
محاسبش چندان جدی نیست. خب آزمایی ورزشکاران بازی ادامه خواهد یافت. بله، با اصول سر کیف تکیه کرد پهلوانی مالداوا که موفق نشد. این عملها رو بیشتر خود محمد شریف نجمیدینов میداند و عکسی حال یا برگرداندن هجوم‌های حریف را هر لحظه هم خوب و سری وقتی میتواند که خوب بله مورد نظر قرار دهد و این حالت هم مساعدت کننده بود برای امتیازی که مخصوصا ورزشگر تاجیکستان جد و جهد کرد، تلاش نمود و اکنون امتیازی بدن هست، یکی بود، دومین امتیاز رو هم نجمیدینov مال خود کرد. نه از میدان بیرون شدن یا حالتی که داور امری استید میگوید دیگر قوای اضافه ضرورت ندارد. تلاش پهلوانان ادامه می‌یابد. دقیقه دوم است که پشت سر شد. ورزشگری مالداوا پهلو میتواند به‌گذاری کند. داور بله مربی و داوری منتخب فدراسیون روسیه این گفته ها را هم تصدیق کرد. نجمیدینov به پیش می رود. امتیازی که گرفت بله خیلی هم ارزنده بود. باز هم بدن بله داور اینها را سری وقت باید بها گذاری کنند. برابر افتیدن یک افتید زود فکرش رو باید با اشاره دست نشان دهد. میتواند بدن باها گذاری کند. خیلی تکیه پهلو به هم بود. پهلو میتواند بدن گفتیم که میتواند بدن باها گذاری کند. بله پهلو این کار شد، بیکار کرده شد، بدن گرفت. نجمیدینov شماره بدنهایش به 4 رسید. یک پهلو هم دارد. فشارآوری پهلوانی ما خیلی خوب به نظر می رسد. رفتی تلاش پهلوانان اکنون در این وقتی باقی موندن نه یک تاکتیکای غیر عادی رو هم ورزشگری مالداوا خواست که خوب استفاده کند اما موفق نشد. کنستانتین بسیار ماهرانه عمل کرد در این مورد، لیکن محمد شریف آماده بود که کوشش زوره کنستانتین رو به نتیجه خاتمه دهد و دفاعی بهتر هم کرد. تلاش ورزشکاران ادامه می‌یابد. حالا 2 دقیقه دیگر وقت دارند. نجمیدینov با همون حرکت خیلی معمولی خود چنگک میکند از داخل. با این نقطه هم اعتبار میدهد. حالا کار در این زمینه هم شدتش چندان خوب نیست. معلوم است که قوه جسمانی کنستانتین کمی میکند برای مقاومت سزاوار نشان دادن با محمد شریف نجمیدینov. از این لحاظ هر کوششی که دارد موفق نمیشه. این
چرخشی که دور گشته اصول سر کتف رو هم استفاده کردن. با این عمل هم نتیجه بهتر به دست آوردن پهلوان ما. بله لحظه های هیجان آور یا فرصت های تقدیرسازی این دور را یک جای می‌بینیم. حالا وقت هست یک دقیقه دیگر کشتیگیری اینها در فرصت انتظاری و بیرون شدن و توقف کردن زیادتر بود. این پرتاب حلال بها گذاری نشود. کنستانتین اکنون به جایزه به مالدووا می رود. راهش را محمد شریف نجمیدینوف در دور دوم بست و پهلوان ما به مرحله سیوم را ختم میگیرد و پهلوان قرقیزستان و گرجستان بعد این دور به میدان برایم و غالب اونجو در دور 4-1 نهایی با محمد شریف نجمیدینوف وا میخورد. گزارش ما اینجا ادامه می‌یابد و همکارمون سارمان نورزاده توضیحات را ادامه خواهند داد. دوستانی ارجمند، مخلصانی عزیز، بعدی همین سبقت بنابر سبب گرم بودن هوا رقابت ها خاتمه می‌یابند. ساعتی 16:00 همه مخلصان گشتینگیری را به تنتنه عید محتشم مسابقه بین المللی گشتینگیری برای دریافت جام رئیس شهر دوشنبه دعوت می‌نماییم. خوب تماشابینان گرامی دیگر باره سلام عرض می‌نمایم به شما و اینجا رقابت آخرین را در مرحله دوم نیروسنجی های وزن 78 کیلوگرم منظور شما می‌گردانیم و بنابر گرم بودن هوا بعد از این نیروسنجی ادامه سبقت ها به ساعت 16:00 گذرانیده شد، یعنی بعد از ساعت 16 ادامه سبقت ها پیشکش مخلصان و دوستداران گشتینگیری می‌گردد و اینجا نماینده کشور قرقیزستان مقصد بیکوف سازر با نماینده کشور آلمان ماکسیم کاسروگ هنرنمایی کرده ایستادند. هر دو این پهلوانان در دور اول آزاد بودند و رقابت را از همین
марҳила шурӯъ карданд. ҳарду талош доранд барои ба даст овардани имтиёзҳо ва роҳ ёфтанд ба марҳилаи баъдӣ. кӯшишҳои ҳарду то ин лаҳза натиҷаовар нест, чун мушоҳида мекунем ҳарчанд талош карда истоданд, вале ҳаракатҳояшон самар намедиҳад. кӯшишҳои ҳам Максим ва ҳам Мақсадбеков. зиёд аст, ҳарду кӯшиш карда истоданд. фишороварӣ аз ҳарду ҷониб дида мешавад ва чун мебинем талошҳои Максим зиёдтар аст дар ин лаҳзаҳо ва пайи ҳам барои иҷро кардани усул ҳаракат мекунад. Мақсадбеков ҳам як кӯшиш анҷом дод барои иҷро кардани усул ва инҷо тавре ки мушоҳида мекунем ҳамватанонаш барои Мақсадбеков маслиҳат медиҳанд ки чӣ гуна бояд ҳунарнамоиро идома диҳад ва чӣ гуна бояд ҳаракат кунад. танҳо то ин лаҳзаҳо барои Мақсадбеков як огоҳӣ нишон доданд ва дигар натиҷаеро ба қайд нагирифтаанд. кӯшиши навбатӣ аз ҷониби Максим Косерок. вақт ҳоло зиёд аст. дуюним дақиқаи дигар то анҷоми вақт имконият доранд ки имтиёз ба даст биёранд ва инҷо ҳаракати Мақсадбеков. ҳаракат кард, вале ан ҳамон талошҳое ки ҳарду анҷом дода истоданд то ҳол натиҷа намедиҳад. боз ҳам наздик мешаванд кӯшишҳо аз ҷониби Мақсадбеков ва инҷо бубинед ки чӣ гуна як ҳаракати олӣ ва бо имтиёзи комили ҳалол ғолибиятро паҳлавони қирғизистонӣ ба даст меорад ва ҳамин тавр ба марҳилаи баъдӣ роҳашро ҳамвор месозад. таваҷҷӯҳ мекунем ба наворҳои такрорӣ ки чӣ гуна ҳунарнамоӣ карданд ва дар дақиқаи сеюми сабқат бо як партофти олӣ тавре ки мушоҳида мекунем Мақсадбеков тавонист ки ғолиб шаваду роҳашро ба марҳилаи баъдӣ ҳамвор намояд. ва тавре ки дар боло ҳам қайд кардем идомаи сабқатҳо шурӯъ аз соати 16 боз манзури шумо мегардад. хайр.